که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. جوانان و مظهر احیای ملت، سرسبز زیابخشای ملت، به هر سال زندگی داده بشارت، همین قشر جوانی های ملت. سلام به شما بیننده های عزیز. برنامه دنیا پر از جوانی است که این لحظه شما را همراهی میکند. برنامه دنیا پر از جوانی است، منبر است که هر یک جوان می تواند در آن از استعداد و مهارت خود به دیگران بگوید. در این برنامه پیگیر ما باشید، چون باز هم از چهره های جوان و موفق سازنده برای شما خواهیم گفت و شما را با آنها آشنا خواهیم ساخت. با ما بمانید. رفتارت کپکی داری، پیراهنت پرپری، رفتارت کپکی داری. در آسمانی بختم مهتابی و اختری، در آسمانی بختم مهتابی و اختری. مستی مستانه دارد دلبر، روی چمای تابی یک دانه دارد دلبر. چشمای شوخی مستی مستانه دارد دلبر، روی چمای تابی یک دانه دارد دلبر. پیمان و وعده هایش ماند بر روزی فردا، پیمان و وعده هایش ماند بر روزی فردا. یا این که دل به میلی بیگانه دارد دلبر، یا این که دل به میلی بیگانه دارد دلبر. پیراهنت پرپری، رفتارت کپکی داری، پیراهنت پرپری، رفتارت کپکی داری. در آسمانی بختم مهتابی و اختری، در آسمانی بختم مهتابی و اختری. چشمای بادامی دلها را کردی بندم، یک بار نمی پرسی عاشق چی احوالندم. با چشمای بادامی دلها را کردی بندم، اصلا خبر نداری عاشق چی احوالندم. وصلتی حقیقی کی می شود میسر، خواهم که شامی دیدار باشد همین سالم دم. پیراهنت پرپری، رفتارت کپکی داری، پیراهنت پرپری، رفتارت کپکی داری. در آسمانی بختم مهتابی و اختری، در آسمانی بختم مهتابی و اختری. هر جا که پا گذارم
آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، برنامه دنیا پر از جوانی است ادامه دارد و این نوبت قهرمان برنامه ما هستند یکی از جوانان فعال و سازنده که خود را نه تنها در یک ساحه اینچنین در تمام ساحه‌ها سنجیدند و این جوان فریدون پولاتوف می باشند. شما را به برنامه دنیا پر از جوانی است خوش آمدید میگوییم. تشکر زیاد. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. شاید بیننده های ما این لحظه فکر کردند که فریدون سراینده است. بله این گونه هم هست، ولی فریدون نه تنها در ساحه صنعت و فرهنگ اینچنین در ساحه علم و معرفت نیز دانش خود را سنجیدند و دستاوردهای خیلی زیاد دارند. از دستاوردهای خویش به بیننده ها و دوستداران برنامه دنیا پر از جوانی است میگفتید. السلام علیکم به کلی بینندگان برنامه دنیا پر از جوانی. واقعا درست قید نمودید، من در بسیار آزمون و چهاربینی ها اشتراک نمودم و البته که صاحب یک چند دستاوردها گردیده میتونم. خب لطفا میگفتید که کدام آزمون ها بود، کدام لایحه ها بود که شما در آن شرکت کردید؟ واقعا درست قید نمودید، من بسیار در آزمون ها و چهاربینی ها اشتراک ورزیده جایهای نمایان را سزاوار کردم. خب اینجا از همون آزمون هایی که اشتراک کردید نامش را میگفتید تا بیننده ها با خبر بگردند. مثال سال جاری در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من از ژانر سرایندگی و در آزمون جمهوری علم فراغ معرفت از نمینات ذهنی سنی اشتراک نموده به جایهای نمایان سزاوار کردم. چون که گفتید در آزمون علم فراغ معرفت اشتراک کردید در نمینات ذهنی سنی، شما چی فکر میکنید که امروز ذهنی سنی تا چه اندازه میتواند به جوانان کمک رسان باشد و آن را چگونه استفاده برند؟ ذهنی سنی در زمان امروز خیلی رشد کرده است، برای همین من به همین نمینات ذهنی سنی اشتراک ورزیده برنامه مابلی خود را یعنی با نام بانو پرستار یعنی اسلوگانیانه پیشنهاد کردم. این چگونه برنامه است؟ کمی شرح میدادید؟ من سال گذشته در خکتان بانوتچ تشکیلات جمعیتی ابتدا اشتراک شرکت ورزیده بودم. در آنجا من این لایحه خود را یعنی اسلوگانیانه را تأسیس دادم. این برای تاجیکستان است. یعنی توسط این لایحه آنها چیکار کرده میتوانند؟ توسط این لایحه آنها میتوانند دایه ها را برای فرزندانشان دعوت نمایند. این برنامه مابلی مخصوصی می باشد که مادران می توانند توسط آن برنامه برای فرزندانشان دایه ها را دعوت نمایند. یعنی از آنها می توانند آنلاینی انتخاب کنند و پیشکی از آن آگاه شوند. خب شما که در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردید، یعنی به دوره ولایتی راحت گرفتید. خب می گفتید که شما در این ساحه به شما کی کمک میکند یا اینکه خودآموزی است؟ چگونه شوقی در این آزمون اشتراک کردن در شما پیدا شد؟ در این ساحه من خودآموز هستم. البته مصلحت ها از استادان میپرسم، ولی این خودآموزی هست. این در این ساحه خودآموز میباشم. یعنی شما خودآموز هستید در این آزمون و کوشش میکنید جای مخصوصی را اشغال نمایید. خب اینجا شما که در آغاز برنامه یک سرود سراییدید، این لحظه میخواستیم که در آزمون با کدام سروده که برآمد کرده باشید همون سرود را اینجا سراییده باشید. من در این آزمون با سرود سر به روان اشتراک کردم. موسیقی آن ملی می باشد، ولی عین حال شما یعنی با گیتار این لحظه میسرایید؟ خب باشد. سر به روان دلبری من ز بی جهان دلبری من نوری سحر دلبری من شمس و قمر دلبری من نوری سحر دلبری من شمس و قمر دلبری من دلبری من دلبری من مثل
مثل دیل در بری من دیل بری من دیل بری من مثل دیل در بری منم عاشقی تو منم لایقی تو دوست دارم از دل و جان لایقی تو من هم میدان سروی روان دل بری من زبی جهان دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من. سلامت باشید. صدایتان هیچگاه خسته نگردد. بیگذار همیشه صدایتان طنین انداز باشد. اصلا شما بیشتر کدام سرایندگان را دوست می‌دارید؟ آیا کسی را ایدئالی خود می‌حسابید؟ من فاروق حسنوف را همچون یک سراینده جوانی مشهوری تاجیک همچون برای خود سراینده ایدئالی می‌حسابم. بهترین. شاید شما نیز مثل فاروق حسنوف امید بران داریم که یک ستاره درخشان نگردید و دانستم میخواستم که در آینده آیا شما میخواهید این جاده صنعت را پیش برید یا اینکه بیشتر به کارهای علمی مشغول میشوید؟ در آینده میخوام هم به ساحه صنعت پیش روم هم به کارهای علمی مشغول شوم. این خیلی خوب است. شما صنعت را همچون یک کسب دوست می‌دارید یا اینکه همچون یک شغل؟ من صنعت را همچون یک شغل دوست می‌دارم و در آینده نیز ادامه میدهم گفتید. خب شما نیز یک چند دستاوردهای دیگر نیز دارید در دانشگاه و حتی مؤسسه تحصیلات میانه علمی را با بهای خوب و علا ختم کردید و ما دانستن میخواستیم که این همه موفقیتی خویش را شما در چی میبینید؟ چون آگاه هستم شما گفتید تنها با راه خودآموزی پیش میروم و همش از انمون هدف و مقصدهای خودتان است. من در وقتهای خالی هم بسیار کتاب میخونم و از بالای خود کار میکنم. من نمیخواهم که وقتهای خالی من بیهوده سر شود. آزمونهایی که برای ما جوانان پیشوای معظم ما راه اندازی نمودند از آنها با ثمرانه استفاده برده لیاقت خود را سنجیده باشند. ببینید این چقدر خوب است، چون که خود شما قید کردید در کشور ما امروز برای جوانان خیلی امکانیت‌های زیاد فراهم شده است که باید هر یکی ما جوانان باید در چنین آزمون‌ها در چنین فورum‌ها و لایحه‌ها اشتراک کنیم و دانش خود را، مهارت خود را، استعداد خود را بسنجیم. چون ببینید در یگان کشور نیست که برای کتاب خواندن به تو مبلغ دهند و امروز در کشور ما آزمون فروغ صبح دانای کتاب است که امروز به جوانان یک امکانیت خوب است که در آن خیلی مبلغ‌های زیادی پولی برای آنهایی که غالب می‌آیند داده می‌شود. شما گفتید بیشتر کتاب می‌خوانم. شما بیشتر به اثرهای کلاسیکی رو می‌آورید یا اینکه به اثرهای معاصر یا اینکه جهانی؟ من اساساً به ادبیات کلاسیک بسیارتر آوردم. هر یک اثری که از ادیبان کلاسیک باقی مانده است پر محتوا میباشد. برای همین من بسیارتر از ادبیات کلاسیکی استفاده میبرم. کدام شاعران یا نویسندگان را بیشتر مطالعه میکنید؟ من بسیارتر از استاد رودکی، از استاد خیام و حافظ. این لحظه میتوانید پارچه از غزل یا اینکه از رباعیات عمر خیام یا از ابا عبدالله رودکی با خواهش خودتان انتخاباً برای بیننده ها و جوانانی که این لحظه ما را تماشا کرده ایستادن قرائت کرده باشید. این لحظه از رباعیات عمر خیام که بسیار به من پسند است میخوام قرائت نمایم. آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یکدیگر یکا یک بروند،
وین ملک جهان به کس نماند جاوید رفتند و رویم و باز آیند و روند. خب بهترین. ما اینجا از برخی از استعدادهای شما با خبر گردیدیم. آیا شما باز یگان استعداد دارید که به ما نگفتید، پنهان داشتید؟ یا اینکه بعضی نفران هستن ورزش رو دوست می‌دارن، بعضی نفران حتی پسران نیست پخت و پز رو دوست می‌دارن. چی از آن شغلی دوست داشته یا استعداد پنهانی شما؟ چنانه که میگویند به یک مرد 40 هنر کم، از عهده همه کارا میبرایم، هم پخت و پز، هم ورزش، هم هنرمندی. بیشتر کدام نمودی ورزش رو دوست می‌دارید؟ من بیشتر ورزش سبک را دوست می‌دارم و بازی با فوتبال را دوست می‌دارم. خوب است. پیش از آن که با شما در برنامه همصحبت شویم، من با یکی از دوستی شما که در این برنامه اشتراک کرده بودن همصحبت شدم. آن نفر شما را به ما پیشنهاد کردن که خیلی استعدادهای زیاد دارد، می سراید، حتی می نویسد. اینچنین در یک چند آزمون‌ها اشتراک کرده است، یعنی اینکه شما هنری شاعری نیز دارید. و این لحظه چیزی هست یگان از ایجادیات خودتان برای ما گفته باشید؟ شکر میگویم که تاجیکم، زبانم تاجیکی است. وحدت و صلح و امان و هم نشانم تاجیکی است. پرچم ما پرفشانی میکند تا در جهان. تاجیکم، حرف و سخن شیرین کلامم تاجیکی است. بهترین. چون که ما در عرفه عید وحدت ملی قرار داریم و میخواستیم از جانب شما یک سرود وطن دوستانه اینجا صدا داده باشد، چون در این منظره وطن عزیزمون این لحظه قرار داریم و از وطن گفتن، از وطن حرف زدن این لحظه عینی مدعاست. خب منش دل به غم وطن فکر ما نکنه، کی میکنه جان برای وطن نثار ما نکنه. کی میکنه در بدون کی او شریک ما نشوه. کی میشود حفظ و وفای او شیار ما نکنه. کی میکند دل به غم وطن فکر ما نکنه. کی میکند جان برای وطن نثار ما نکنه. کی میکند سلامت باشید. بگذار هر یکی ما جوانان جان فدای این وطن باشه. ما همیشه بهر فردای درخشان وطن عزیزمان خدمت نماییم. اینجا ما باز از کدام مهارت و اشتراک شما در چهاربینی و آزمون‌ها نگفته ماندیم. می توانید خودتان بگویید که باز چی دستاوردهای دیگری دارید؟ باعث افتخار است که ماهی سپری شده من در چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بلند آید به برای رشد استوار با اشتراک پیشوای معظم ملت و نمایندگان 50 دولت خارجی برگزار گردید. شرکت ورزیدم و این خیلی خوب است و امکانیت بزرگ است که شما همچون یک نماینده از ولایت سوخت یک جوان موفق در این کنفرانس اشتراک کردید و چی برداشت کردید از همان چهاربینی، از همان کنفرانس؟ این برای من یک امکانیت بزرگ بود که من در این کنفرانس بین‌المللی اشتراک ورزیده از مسائلی که در کنفرانس گذاشته شده بود از نزدیک با خبر شده برای خود یک مسئولیت دیگری پیدا کردم که برای حفظ طبیعت، البته برای حفظ طبیعت، برای حفظ اکولوژی آب سهم‌گذار باشم. خب تشکر زیاد که امروز در برنامه دنیا پر از جوانی است اشتراک کردید و باوری دارم جوانانی که این لحظه ما را تماشا کردند از شما من الهام گرفتند و فکر میکنم باوری دارم که پیروهای شما را نیز آنها پیگیری می نمایند. خب اینجا تمنیات شما را به کلی جوانان تاجیکستان دانستن میخواستیم و البته با یک زمزمه مهر شما صحبت را جنبش می نماییم. خب
ما اولین درجه میانه‌داری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان تمام شرایط ها را مهیا کردند. من به همه جوانان گفتنیم که دنبال مقصد و هدف های خویش باشند. خوب اینجا یک سرود شما رو انتظاریم. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست، وطنداریست. همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست، وطنداریست. رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویم، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویم. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست، 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 وطنداریست. خوب سلامت باشید. ما برای شما موفقیت های بی‌نظیر رو تمنا داریم. همیشه به پیش حرکت نمایید، چون این دورانی که ما زندگی کرده ایستاده ایم این همه ثمره استقلال است و ما باید از این همه شرایط های مساعده که برای ما جوانان تاجیکستان فراهم آورده شده است ثمرناک استفاده بریم. همیشه موفق و کامگار بمانید. تشکر زیاد. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. جوانان تاجیک نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای گوناگون جهان امروز فعالیت میبرند و این همه دانشی که دارند باز هم رشد میدهند. در بخش نوبتی ما از چنین جوانان، از جوانانی که امروز فعالیت خویش را پیش میبرند و برای خود الکی پیراهی را انتخاب کرده اند، از آن چهره ها به شما معلومات میدهیم. امروز در بخش چهره‌های جوانان موفق تاجیکستان از یک جوان دختر فعال با اراده و موفق قصه میکنیم. پریناز زاده شهر خوجند بوده، ختم کرده گیمنازی رقم 4 میباشد. از آوان مکتبخانه با آموزش زبانهای خارجی توجه زیاد داشت و محض همین شوق و رغبت او را به انتخاب اختصاص سوسیولوژی راهنمون ساخت. پس از ختم مکتب پریناز به دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در شهر بیشکک داخل شده با شرافت دانش، فعالیت و دستاوردهای خود صاحب گرانت پوره تحصیل گردید. سالهای دانشجویی برای او امکانیت‌های نو فراهم آوردند. در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرد، در لیتوا تجربه آموزی گذاشت و در کنفرانس‌های بین‌المللی فعالانه اشتراک نمود. در شهر نیویورک پریناز همزمان تحصیل، کار و آموزگاری را به راه مانده، همچون راهبر یک شرکت آمریکایی فعالیت می‌کرد و به آموزش زبان انگلیسی مشغول بود. این تجربه ها او را وسیع نموده برای رشد شخصی و کسبیش زمینه گذاشتند. بعدتر توجه او به ساحه اویاسیا بیشتر گردید. پریناز برای کار در شرکت هواپیمای قطر ایرویز حجت سپریده، از میان هزاران داوطلب همه مرحله های انتخاب را با موفقیت پس سر نمود و صاحب جای کار در یکی از بهترین شرکت های هواپیمایی جهان گردید. به گفته خود او کلید اساسی موفقیت انتظام، مهنت دوستی و باوری به خود می باشد. او بر این نظر است که انسان نباید از آرزوهای بزرگ ترسد و همیشه برای رسیدن به هدفهای خود تلاش نماید. امروز پریناز در عرصه بین المللی فعالیت کسبی داشته برای بسیاری از جوانان تاجیک نمونه عبرت به شمار می رود. قصه زندگی او نشان می دهد که دانش، زحمت و اراده می توانند انسان را به قله‌های بلندی موفقیت رسانند. سروش روحولوف
زاده شهری پنجکند بوده. از آوان کودکی با آموزش جهان، فرهنگ‌های گوناگون و مناسبت‌های بین‌المللی توجه زیاد داشت. محیط عائلوی و صحبت‌ها درباره رویدادهای جهانی در او شوق عمیق را نسبت به دیپلماتیا و سیاست بین‌المللی به وجود آوردند. هنوز در سال‌های مکتبخوانی سروش با دانش و فعالیت‌های خود فرق می‌کرد. او تحصیل را هم در تاجیکستان و هم در ایالات متحده آمریکا با نتیجه‌های اعلی به انجام رسانیده. برای دستاوردهای اکادمیایش با مدال طلایی گوبرناتور ایالت ماساچوست سرفراز گردید. یکی از مرحله‌های مهم زندگی او اشتراک در برنامه بین‌المللی فلکس بود. این امکانیت به سروش راه گشاد تا یک سال تحصیل را در شهر بوستون سپری نموده با نظام بین‌المللی تحصیلات و محیط بسیار فرهنگی از نزدیک آشنا گردد. در دوره پاندمی نیز او از آموزش و رشد باز نایستاد. همزمان در دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه و برنامه‌های تعلیمی دانشگاه نیویورک تحصیل نموده دانش و تجربه خود را باز هم تکمیل داد. سروش فعالیت کسبی خود را نیز بر وقت آغاز کرده است. او در سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسه‌های دولتی فعالیت نموده در تطبیق برنامه‌های همکاری دانشگاه‌ها، دستگیری دانشجویان و لایحه‌های اجتماعی سهم گذاشته است. در طول سال‌های فعالیت او در برنامه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، ژاپن، بریتانیای کبیر و دیگر کشورها اشتراک نموده تجربه ارزشمند به دست آورده است. از جمله اشتراک در برنامه میرای وزارت کارهای خارجی ژاپن و آموزش مسائل حقوقی بین‌المللی و امنیت با تشکل جهانبینی او تاثیر کلان رساند. بعداً سروش صاحب یکی از بانفوذترین استیپندیاهای بین‌المللی چونینگ گردیده تحصیل ماجستراتورا را در سمت دیپلماتیا در شهر لندن ادامه داد. امروز او در ساحه دیپلماتیا و حقوق بین‌المللی تحصیل و پژوهش برده با تجربه آموزی در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر ژنو آمادگی می‌بیند. به گفته خود او موفقیت تنها با دانش به دست نمی‌آید، بلکه انتظام، مسئولیت شناسی و زحمت پیوسته را طلب می‌کند. هدف اساسی سروش خدمت به تاجیکستان و معرفی ارزنده کشور در عرصه بین‌المللی میباشد. قصه زندگی او نشان می‌دهد که آرزوهای بزرگ حتی از یک شهر خرد می‌توانند آغاز یافته انسان را به صحنه جهانی رسانند. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. امروز در کشور ما مخصوصاً به جوانان توجه خاصه از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ظاهر می‌گردد و هر یک ما جوانان را ضرور است که به این توجه، به این غمخوری دولت و ملت سزاوار باشیم و پیروهای خویش را دریابیم و برای آینده دولت، برای سهم گذاشتن و برای گل شکوفایی وطن عزیزمان مهنت کنیم و هر یک جوان را ضرور است که به دانش و ذکاوت خود بیشتر روی آن کار کند و واقعا هم برنامه دنیا پر از جوانی است. معرفی چهره های جوان و با استعداد است. در همین لحظه های زیبا برنامه دنیا پر از جوانی است به انتها میرسد. خیر تا برنامه های آینده با ما و با برنامه دنیا پر از جوانی است بمانید. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی. هر جا که پا گذارم آنجا پر از